سلام به خانواده دوست داشتنی قدرت کتاب. امروز میخوام یه رازی رو باهاتون در میون بذارم. رازی که زندگی شخصی، مالی و حتی روابط رو میتونه زیر و رو کنه. اسم این راز هست اثر مرکب. کتابی که بهتون نشون میده چطور تصمیم‌های کوچیک و تکراری در طول زمان نتایج شگفت‌انگیزی خلق میکنن. دارن هاردی میگه موفقیت حاصل اقدامات بزرگ و ناگهانی نیست، بلکه حاصل تصمیمات کوچیک، ساده و روزمره‌ایه که تکرار میشن. تا آخر این ویدیو بمون تا بفهمی چطور همین امروز با کوچکترین تغییرات میتونی آیندت رو متحول کنی. خب حالا اثر مرکب چیه؟ اثر مرکب یعنی یه سری کارهای کوچیک رو در طول زمان و مستمر انجام بدی تا به موفقیت‌های بزرگ برسی. مثال معروف کتاب اینه که 3 نفر با درآمد و شرایط یکسان، نفر اول هیچ کاری نمی‌کنه، نفر دوم هر روز کمی چیپس و نوشابه می‌خوره، نفر سوم روزی 15 دقیقه کتاب میخونه و کمتر کالری مصرف میکنه. بعد از 5 ماه فرقی دیده نمیشه، ولی بعد از 18 ماه نفر سوم لاغرتر، باهوشتر و شادتر شده و نفر دوم اضافه وزن داره و دلسر شده. نکته طلایی اینه که تغییرات بزرگ از دل انتخاب‌های کوچیک و تکراری متولد میشن. مسئولیت پذیری کامل. دارن هاردی تاکید میکنه تنها کسی که مسئول موفقیت یا شکست تو خودت هستی. جمله معروفش هم اینه که مسئولیت 100% زندگی تو بپذیر. اگه دیر از خواب بیدار شدی تقصیر زنگ ساعت نیست و اگه اضافه وزن داری تقصیر ژنتیک نیست. انتخاب‌های ما در طول زمان سرنوشت ما رو میسازن. پس قدم اول موفقیت واقعی چیه؟ پذیرفتن کامل مسئولیت زندگیه. خب حالا چطور اثر مرکب رو بسازیم؟ میریم سراغ ابزارها و تکنیک‌های کاربردی برای فعالسازی اثر مرکب. تکنیک اول، پیگیری رفتارها. اگه ندونی دقیقاً چه کارهایی انجام میدی نمیتونی تغییرشون بدی. مثلا اگه میخوای پس‌انداز کنی هر ریال خرجات رو یادداشت کن. اگه میخوای وزن کم کنی کالری هات رو بنویس. دارن پیشنهاد میکنه یه دفترچه یا اپ مخصوص داشته باشی و حداقل 3 هفته همه چی رو ثبت کنی. این باعث میشه از حالت بیخیالی خارج بشی و آگاهانه عمل کنی. تکنیک دوم، ایجاد روتین‌های مثبت. اثر مرکب با تکرار به وجود میاد، پس باید عادت‌های روزمرت رو بسازی. مثلا هر روز صبح 10 دقیقه مطالعه، شبها 5 دقیقه شکرگزاری، روزی 15 دقیقه ورزش سبک. مهم نیست چقدر کوچیکه، مهم ثباتشه. تکنیک سوم، حذف تاثیرات منفی محیطی. آدم هایی که دور و برتن میتونن اثر مرکب رو سرعت بدن یا نابود کنن. دارن هاردی میگه با 5 نفر اطرافت شبیه ترین میشی، پس مراقب انتخابات باش. قانون مهم اینه که محیطت رو هوشمندانه بچین. آدمای مثبت، مطالب انگیزشی، شبکه‌های اجتماعی هدفمند. بخش آخر کتاب در مورد شتاب موفقیته. دارن میگه وقتی عادتهای خوب رو شروع میکنی اول شاید تغییری حس نکنی، ولی اگه ادامه بدی یه روزی یهو همه چی میریزه رو سر تو. موفقیت مثل گلوله برفیه که از بالای کوه میچرخه و کم کم بزرگتر میشه. وقتی شتاب میگیری اعتماد به نفست بیشتر میشه، عادتهای جدید راحت‌تر شکل میگیرن و مهمتر از همه موفقیت‌هات زنجیروار ادامه پیدا میکنن. فقط کافیه شروع کنی و ادامه بدی. خب خلاصه نهایی کتاب اینه که
اثر مرکب یعنی انتخاب‌های کوچیک رو به صورت مداوم در طول زمان انجام بدی تا به یه تغییر بزرگ برسی. 1. مسئولیت زندگی تو کامل بپذیر. 2. ثبت کارهای روزمره برای آگاه شدن از عادتها. 3. محیطت رو مدیریت کن. 4. روتین‌های ساده و مثبت بساز. و ناامید نشو، موفقیت یه شب اتفاق نمیفته ولی یه روزی میرسه. همونطور که یه دونه کوچیک میتونه یه درخت بشه، عادتهای کوچیک تو هم میتونن زندگیت رو متحول کنن. سوالم از تو اینه که از امروز چه عادتهای کوچیکی رو میخوای شروع کنی؟ توی کامنت ها برام بنویس. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله یادت نره که به رشد این کانال کمک میکنه تا کتاب‌های بیشتری رو خلاصه کنم.